هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida al excelentísimo señor Seyed Ibrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, y lo invito a dirigirse a esta Asamblea General. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. قرآن کلام خداوند و کتابی است که انسان را به عقلانیت، معنویت، عدالت و اخلاق و حق باوری دعوت می کند. 3 رکن اساسی در قرآن کریم توحید، عدالت، کرامت انسانی است که تأمین کننده سعادت بشر است. مگر قرآن چه فرموده است که کینه‌های مستکبرین و ارباب قدرت و ثروت را برانگیخته است؟ قرآن می‌فرماید ای بشر، ستم و تفرقه را نپذیر. با این راهنمود میتوان جهانی از کرامت و عظمت ساخت. قرآن از وحدت بشر میگوید، به این که همه ساکنان زمین همچون خواهر و برادرند و از یک پدر و مادر. قرآن انسان را نماینده خداوند و زن و مرد را با وجود تفاوت‌های طبیعی مکمل یکدیگر و مساوی در محضر خداوند می‌داند. قرآن از حریم خانواده دفاع می‌کند و کودک را امانت خداوند می‌داند. وفای به عهد و پیمان، راستگویی و امانتداری، صداقت در مراودات و معاملات، خدمت به محرومان و مبارزه با فقر و فحشا و بی‌عدالتی و تبعیض، آری اینهاست محتوای قرآن شریف. آیا این نخستین بار است که کلمات خداوند را می سوزانند و گمان می کنند صدای ملکوت را برای همیشه قطع کردند؟ آیا نمرود و فرعون و قارون بر ابراهیم و موسی و عیسی پیروز شدند؟ قرآن توهین به عقاید و باورها را منع کرده و احترام به ابراهیم و موسی و عیسی را احترام به وجود رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌داند. و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. این مفاهیم وحدت بخش و تعالیم متعالی و الهام بخش، انسان ساز، جامعه ساز، تمدن ساز برای جوامع بشری
هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد. آقای رئیس، اسلام ستیزی و آپارتاید فرهنگی در صورتهای مختلف خود از جمله سوزاندن کتاب مقدس قرآن تا منع حجاب در مدارس و دهها تبعیض شرم‌آور دیگر شایسته پیشرفت‌های انسان معاصر نیست. پشت پرده این نفرت پراکنی‌ها طراحی بزرگتری وجود دارد و تقلیل آن به مقوله آزادی بیان گمراه کننده است. به قول یکی از غربی ها، غرب که اینک با بحران هویتی و کارکردی مواجه شده است، جهان را جنگل و خود را باغی زیبا می‌بیند. برخی جریان‌های شوم ولی قدرتمند راه حل را در بحران سازی و دشمن تراشی می‌بینند. این آپارتاید فرهنگی جامعه مسلمانان و به خصوص مهاجران را هدف قرار گرفته است. مهاجرانی که خود قربانیان سیاست‌های استعمار هستند. ما نیز همچون همه مؤمنان و آزادیخواهان بر این باوریم که احترام به ادیان الهی جزو دستورکارهای بین المللی قرار گیرد و سازمان ملل نیز با طراحی سازوکاری احترام به ادیان الهی را تضمین نماید. در کنار جنگ علیه اسلام شاهد جنگ علیه خانواده نیز هستیم. خانواده اصیلترین، دیرپاترین، بنیادیترین و فطریترین نهاد بشری است که امروز در معرض تهدید قرار گرفته است. امروز جنایت علیه بشریت فقط اشغال سرزمین‌ها و کشتار بیگناهان و استعمار ملت‌ها نیست، بلکه هجوم به پناهگاه فطری و طبیعی بشر یعنی خانواده نیز جنایت علیه بشریت است. حفاظت از حریم خانواده و ازدواج که از وصلت یک زن و یک مرد شکل می‌گیرد یک واقعیت جهانی است